run. خب چیزایی که داخل این ویدیو نیاز داریم یه دونه آفتابه دختر پسند صورتیه و چیزای دیگه که نیاز داریم نی و تنباکوی پرتقاله و سومین چیزی که نیاز داریم پرتقاله، ولی پرتقال نیست، یه چیز دیگه است اسمش خشن بود. چی بود اسمش؟ بذاریم به کامران زنگ بزنم ببینم اسمش چی بود. الان سلامش کامران، خوبی داداش؟ داداش اینی که اون روز خریدیم پرتقال نبود ولی یه چیز دیگه بود، اسمش موز. ما این موزمون امروز میخوایم براتون قلیون درست کنیم. بریم واسه انجام عملیات. لازمه که کله موزمون رو بزنیم. داخلش هم خالی میکنیم. خب داخلش هم خالی شد. بعد اینکه داخلش خالی کردیم لازمه یه دونه سوراخی اینجاش میذاریم. یه سوراخ در ماهتت قلیونمون ایجاد میکنیم. 3 تا نیس رو به این صورت از ماهتت میکنیم داخل و